جسد مهدی پورباقی راوی پادکست های آخرین شاهد در منزلش در کانادا پیدا شد. هولناکتر این که جسد همسرش که 2 ماه قبل به کانادا مهاجرت کرده بوده به صورت تکه تکه شده در چمدانی که بعداً با دوربین ها مشخص شد خودش تکه های بدن زنشو تو چمدون گذاشته در منطقه دور از شهر پیدا شد. پلیس معتقد هستش که مهدی همسرش را کشته و چند روز بعد خودکشی کرده. چیزی که خیلی این داستان را وحشتناکتر میکنه آخرین قسمت پادکست مهدی پورباقی هستش. در درون خودم نگهش دارم. نشسته بودم و یه سر بریده توی دستم بود. باهاش حرف میزدم. بهش نگاه میکردم. داشتم از هم میپاشیدم. میتونستم با این واقعیت زندگی کنم که همین الان یه زن جوون بیگناه و با ضربات چاقو کشتم و گلوشو بریدم. نه با اره، با یه چاقوی جیبی